اصلا کل نفس ذائقة الموت، هیچ نفسی نیست مگری که مرگ رو میچسد. مرگ، موت که در قرآن میگه به معنای اخذ شی کاملا، یک شی را تو پوره گرفتن، که مانا روح هست. وقتی که میگیره از کل بدنت گرفته میشه، در هیچ جای دیگه باقی نمیمونه. دو، وقتی که بر خداوند متعال برای شهدا میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، در اوجا چند تعبیر وجود داره. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا کامواتکم، تو مرده برش نگو مانده این مرده دیگه واری، بل احیاء، اینها زنده هستند که شما او حیات را درک نمی کنین، ولکن لا تشعرون. خب چه رقم زنده هستند؟ علی حیات در حقیقت است که یک سلسله خوبی ها را برای خود جذب میکنه. امی شهدا همیشه خوبی ها را برای خود جذب میکند و مردم در حقش دعا میکند. به این تعبیر دومی که اینا بگم که زنده اند. خب چه رقم زنده است؟ ما اینا نمیفهمیم. چرا ما در دنیا در شکم مادر ما یک رقم زندگی داشتیم، در دنیا دیگر رقم داشتیم، در زیر قبر دیگر رقم داریم، در آخرت دیگر رقم داریم. بنان فرق میکند. سومی که زنده هستند، خب نه مانند شما. احیاء لک حیاتکم، زنده نه مانند زندن شما که ما نان میخوریم، میبینیم، میرویم. اونا زنده هستند به این معنا که ثواب را در داخل خودش میگیره و لذائذ را استفاده میکند. رسول ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به شهدا همینطور میفرماید که ارواحهایشان در جوجوری های پرنده های بهشتی قرار داده میشد و در شکر در جنت مشغول هستند. پس اون نعمت را الله به اونها میدهد در حالی که برای ما نیست. تشکر.